دوستان سلام، مخلص همیشگی بازم خدمت رسید. اگه خاطر شریفتون باشه دیشب یه حالی از شیخ پری گرفتیم و دادار و دودور هول هولکی حسن فرفره بعد از شکست مذاکرات و موشکافی کردیم. شیخ پری همچی دست باچه همامه رو گذاشته بود سرش اومده بود تو تیویریش که بگه درسته که تو مذاکرات کشکم نسابیدیم، اما دست کم یه دوغی واسمون داشته. درسته که در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم، اما من میتونم بگم که برای رسیدن به توافق گام‌هایی به جلو برداشته شده. اما هنوز فک حسن از جنبش نیفتاده بود که ورق پاره‌های حکومتی و باقی نوچه های دلواپس علی گدا شروع کردن به پنبه زنی اعتدال و هردگی زدن به شیخ حسن. حالا نزن کی بزن. طرفین عملاً به همون نقطه وین 6 رسیدند، یعنی فاصله‌ای ما بین توافق و شکست. باید اذعان کرد که دوباره در نوعی برزخ هسته‌ای گرفتار شده ایم. بفرما، اینم از معنی گام‌های رو به جلوی شیخ پری توی برزخ هسته‌ای. حالا گام رو به جلو اونم تو برزخ هسته‌ای به کجا ختم میشه؟ احسن، به دوزخ سرنگونی. از اون طرف علی گدا که مدتی بود خفقون گرفته بود 4 تا گاگول تروریست دور خودش جمع کرد که لای گندگویی های همیشگیش یه دهنم روزه هسته‌ای بخونه و به بسیجیا دل بده. شما میبینید در قضیه هسته‌ای آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند، از همه نیروشون استفاده کردند که در قضیه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. نتوانستن به زانو در بیارن و نخواهند توانست. میدونید چرا نتوانستند و نخواهند توانست علی گدا رو به زانو در بیارن؟ خب معلومه دیگه، واسه این که عظما دمرو افتاده زمین. آخه آخوند دمرو رو چطوری میشه به زانو در آورد؟ حالا برای اینکه وضعیت دمروی علی گدا کاملا برای همه روشن بشه یه سری به مجلس بهوش میزنیم تا ببینیم شیخ ابوالبهوش دلواپس یا همون رسایی ارعر جدید چی داره. سال گذشته ما انتقاد داشتیم چرا مذاکرات محرمانه است، چرا متن توافقنامه منتشر نمی شود. الان هم نمیدانیم در وین بر چه چیزی توافق شده که آمریکایی ها خوشحال و راضی اند. همکاران محترم، اکنون 1 سال از زمانی که آقای روحانی کلیدشان را با خوشبینی در قفل خوی استکباری آمریکا چرخاندند تا این خوی استکباری را تغییر دهند می‌گذرد، اما به جای اینکه قفل باز شود کلید خوشبینی و اعتماد به آمریکا شکست. شیخ پری، گام‌های بلند چی شد؟ کلید چی شد؟ علی گدا، زانوات در چه حاله؟ بابا شما که میخواین قپی بیاین لااقل قبلش به این جک و جونوراتون یه دهنه چیزی بزنید که اینجوری به پناتون ندن. 1 سال قبل توافقنامه ژنو امضا شد تا تحریم ها برداشته شود، به ملت توهین نشود، گرانی ها کاسته شود، چرخ کارخانه ها بچرخد. اما از زمان توافقنامه ژنو تا کنون 100 مورد تحریم جدید داشته ایم. توهین ها بیشتر شده، سانترفیوژ ها پلم شده، چرخ کارخانه ها ایستاده و گرانی ها بیشتر شده. آقا اگه این وضعیتی که این یارو رسایی توصیف میکنه اسمش وضعیت دمرو نیست، پس چیه؟ نه جان موشکاف چیه؟ بله، اینجاست که میشه فهمید تمدید مذاکرات برای آخوندا چه معنایی داره. اینجاست که میشه فهمید علی گدا و شیخ پری در برزخ هسته‌ای بین بد و بدتر بدی رو انتخاب کردن که بعدش هر دو بدتر رو برای علی بافور و نظامش میاره.
شکار